شفقت به خود یا سلف لاو یعنی چی و چجوری باید تمرینش بکنیم؟ ببین مثل این میمونه که تو چند وقته که دلت میخواد بری ورزش، میدونی که ورزش برای تو خوبه، میدونی برای سلامت روانت خوبه، برای سلامت جسمت خوبه و حالا اون اندام ایدئالی هم که دوست داری میتونی توش بسازی. یه روز از سر کار میای خسته ای و میگی که نه دیگه من چون عشق به خود دارم نمیرم، چون خسته‌ام نمیرم و هی بهونه‌های مختلف میاری و اینو اسمشو میذاری سلف لاو یا شفقت به خود. اما در اصل سلف لاو وقتی به وجود میاد که تو کاریو که میدونی برات خوبه رو انجام میدی، از اون لذت‌های لحظه‌ای میگذری برای اون کاری که در اصل برات خوبه رو انجام بدیم. و حالا یه روز انجام نمیدیم و بعد همونم که انجام نمیدیم بعد میزنیم تو سر خودمون، میکوبیم تو سر خودمون، میگیم که تو هم که تنبلی، تو هم که نمیتونی، تو هم که بی‌عرضه‌ای و میدونی همه اون سرزنش هایی که یاد گرفتیم چون تو مدرسه ما رو سرزنش کردن، چون حالا تو خانواده ما رو سرزنش کردن و اون کار رو با خودمون میکنیم. تو در اصل وقتی که نمیری بعدش باید تو آینه خودتو نگاه کنی و بگی ریحانه میدونم برات سخته و درکت میکنم و اینکه حالا نتونستی و دفعه بعد انجامش میدی. پس به جای اینکه خودمون رو سرزنش کنیم بعد اینکه اون کار رو انجامم ندادیم و سرزنش هم روش اومد و عذاب وجدان هم روش اومد، این کار رو نکنیم، خودمون رو سرزنش نکنیم و با خودمون خوب حرف بزنیم و دفعه بعدی که این سرزنش نکردن ها کمک میکنه و تو میری ورزش، اون موقع به خودت اعتبار بدی و بگی که ریحانه دمت گرم که اومدی ورزش، واقعا بهت افتخار میکنم. و همین کارهای کوچیکه و همین خوب حرف زدن ها با خودته که باعث میشه تو در اصل اون کاره رو بکنی. پس سلف لاو چیه؟ اینکه از اون لذت‌های لحظه‌ای بگذری، کاری انجام بدی که میدونی برات خوبه و از کارهایی بگذری که میدونی برات خوب نیست و حالا اگه هم یک بار دو بار دیدی نتونستی، خودتو سرزنش نکنی و خودتو تشویق کنی که دفعه دیگه انجامش بدی.